خانم ها اینو در جریان باشید. یک وکالت در طلاق رو باید تو این اصلاحیه می آوردن وقتی دارن ابزار مهریه رو از شما میگیرن. همچین چیزی رو نیاوردن. بنده خانم ها رو به شروط ضمن عقد برای اینکه بعدها آسیب نبینن توصیه میکنن. شروط ضمن عقد رو حتما در کنار مهریه کم اگر این قانون تصویب شد نیاز هستش که شروط ضمن عقد اگر موافق بودین آقای دکتر اگر موافق بودین آقای دکتر اصلاحیه مهریه رو با شروط ضمن عقد می آوردید. نه اینکه خانومی که تو سیستان بلوچستان هیچ گونه اطلاعات حقوقی نداره. من حقوقا چجوری صدا میتونم به این خانم برسونم که در کنار اینکه مهریه شما 14 سکه حتما شروط ضمن عقد رو استفاده بکن. خانومی که نمیدونه علم حقوق نداره اطلاع نداره ضمانت اجرای حقوقیشو گرفتید در این قانون اصلاحی نیومدید شروط ضمن عقد رو بیارید. الان تا کودکان ما علم و دانش کافی رو دارن. ما حتما قسمت دوم برای این پرونده میذاریم. مطمئن باشید قسمت بعدی داریم. وکالت خانم ها اینو در جریان باشید. یک وکالت در طلاق رو باید تو این اصلاحیه می آوردن وقتی دارن ابزار مهریه رو از شما میگیرن. همچین چیزی رو نیاوردن. برای چی؟ برای اینکه فقط یک جانبه از سمت آقایون به این قانون نگاه. متشکرم آقای دکتر. ما زمان کودکان ما الان اطلاع دارن که زمان زیادی نداریم. متشکرم از شما. علم و اطلاعات هست. بحث مفصلی باشه برای قسمت بعدی. آقای دکتر حالا یه خانم مثلا اگر یه مورد بود باید کل جامعه مدنی رو در نظر بگیرید. آقای دکتر خیلی ممنونم. خانم مقدسی زمانی دیگه نداریم. من عذرخواهی می‌کنم از شما.